سلام دوست خوبم. اول از همه یه لایک خوشگل برام بذار که خوشحالم کنی. امروز میخوام در مورد پدیکور پا کوکتل براتون بگم. خشکی پا فقط به آب و هوا ربط نداره. پوشیدن صندل‌های باز، پیاده روی‌های زیاد یا حتی نوع کفشی که انتخاب میکنیم باعث میشه پوست پا توی مناطق زودتر رطوبتش رو از دست بده و ضخیم بشه. استفاده از کوکتل های پدیکور که این کوچولوها بمب انرژی هستن، پر از روغن‌های گیاهی و نمک‌های معدنی دارن. این کوکتل ها توی آب پوست رو به عمق آبرسانی میکنه، سلول های مرده رو خیلی نرم میکنه تا توی مرحله کفسابی بدون هیچ آسیبی پوست ضخیم برداشته بشن. علاوه بر اون خاصیت ضد عفونی کنندگی هم داره. خستگی یه روز طولانی رو از پاهاتون میگیره. علاوه بر اینها آرام بخش، جوانسازی پوست و ضد استرس هم هستش. وقتی که کوکتل رو داخل آب میذاریم معمولا باید آب بلند باشه، بین 10 تا 15 دقیقه میذاریم. علاوه بر کوکتل نمک دریایی هم 2 پیمانه میریزیم که خاصیت لایه برداری عمیق پا، سمزدایی، تسکین درد پاها، بهبود سلامت ناخن و کمک به بیماری‌های پوستی هستش. با من همراه باشید تا مراحل پدیکور رو براتون بذارم.